1 2 3. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین. من امروز اومدم با یک ویدئوی جدید. کلم فکر کنم 2 طبقه شده، انقدر که موام زیاده ماشاءالله. خیلی تلاشمو کردم که حالا یکم مرتب به نظر بیام، مدل موی جدید براتون داشته باشم. خب این روزهای اخیر روزای خوبی برای من بوده، ولی با این حال گاهن به مشکلاتی خوردم، ولی بازم خدا رو شکر به قول معروف درخت صبر تلخه ولی میوه‌اش شیرینه. یه سری اهداف برای خودم تنظیم کردم و کلا احتمال داره که مسیر زندگیمو تغییر بدم که راجع بهش اگر قطعی شد داخل این کانال قرار زیاد صحبت کنم. خب بریم راجع به موضوع جدیدمون که من خیلی دوستش دارم مثل تمام موضوعات دیگه و به نظرم خیلی مهمه. اینکه افسردگی فصلی چیه و آیا من تو هر کدوممون افسردگی فصلی داریم یا نه. با من همراه باشین. در کل فکر میکنم یک سری اطلاعات کوچیک راجع به افسردگی فصلی داشته باشین، اما من امروز اومدم که اطلاعات تکمیلیش رو بیشتر بگم و کلا یک توضیح خیلی جامع و کامل راجع به خود افسردگی فصلی، علائمش، علتهاش و همینطور درمانش برای شما توضیح بدم. پس خوش اومدین به کانال سرنوشیز. افسردگی فصلی یک نوع افسردگیه که خب با ورود به یک فصل جدید رخ میده و بازه زمانیش هم با اتمام اون فصل تموم میشه. یعنی وقتی اون فصل خاص شروع بشه شما دچار اون افسردگی میشین و وقتی اون بازه فصلی تموم بشه شما به تدریج از اون حالت خارج میشین. معمولا توی فصل‌های سرد سال یعنی پاییز و زمستون بیشتر رخ میده که خب هوا زودتر تاریک میشه، اما خب افرادی هم وجود دارن که توی فصل‌های گرم سال یعنی بهار تابستون این نوع از افسردگی ممکنه براشون ایجاد بشه. حالا علائم کلی اون افسردگی فصلی چیه؟ مگس با شروع یک فصل جدید که حالا هر فصلی میتونه باشه شما تقریبا هر روز احساس خستگی میکنین، علاقتون به فعالیت هایی که قبلا دوست داشتین رو از دست میدین، انرژیتون کم میشه، دچار مشکل خواب میشین که حالا ممکنه کمبود خواب باشه یا افزایش میزان خواب باشه یا سخت خوابتون بردن یا چیزهای شبیه به این. به طور کلی تو خوابیدنتون دچار مشکل میشین. توی وزن و اشتهاتون تغییر ایجاد میشه که خب این هم تو آدم ها متفاوته. بعضی ممکنه که این وزن و اشتها بالا بره، برای بعضی ممکنه که پایین بیاد. توی تمرکز کردن در کارهای مختلف دچار مشکل میشین و احساس ناامیدی، گناه و بی‌ارزشی میکنین. خب ممکنه که شما بگی که من از قبل این علائم رو داشتم ولی با شروع یک فصل جدید این علائم بیشتر شدن. باید بدونین که حتی تشدید علائمتون توی یک فصل جدید نشونه اون افسردگی فصلیه که اومده روی اون افسردگی اصلی و بیسیک شما نشسته و سوار شده. پس باز هم در این موارد هم شما باید افسردگی فصلی رو جدی بگیرین، چون میتونه روند درمانتون در زمینه اون افسردگی بیسیکی که دارین رو کند کنه. میریم وارد بحث بعدی میشیم. صدای تیز منو میریم وارد بحث بعدی میشیم که اصلا چرا این اتفاق میفته. 2 تا علت اصلی داره که این مقداری زیست شناسی و بحث‌های ژنتیکی مربوط میشن. اولین علتش تغییر سطح هورمون ملاتونین شماست. هورمون ملاتونین که توی مغز سرشون میشه و توی الگوی خواب شما و خلق و خوی شما تاثیر بسیار زیادی داره، با تغییر فصل ممکنه که تعادلش به هم بخوره و این تغییر تعادل سطح هورمون ملاتونین خیلی تاثیر بالایی داره. و دومی تغییر سطح سروتونین مغزه.
سروتونین که خب اونم توی مغز ترشح میشه و باعث شادی ما میشه و روی الگوی خلق و خوی ما تاثیر خیلی زیادی داره، با کاهش میزان نور ترشحش کم میشه. یعنی توی فصل‌هایی که نور خورشید کم میشه، میزان هورمون سروتونین ما هم افت میکنه و خیلی احتمال افسردگی فصلی رو توی فصل‌های سرد اضافه میکنه. حالا باید بدونیم که اصلاً چه افرادی بیشتر دچار این افسردگی فصلی میشن که حالا ما به طور کلی باید افسردگی فصلی رو جدی بگیریم، اما اگر توی این رنجی که میگم هستیم باید بیشتر جدیش بگیریم. اگر بخوایم خیلی کلی راجع بهش صحبت کنیم، توی رنج سنی معمولا نوجوان‌ها و جوان‌ها و توی رنج جنسیتی معمولا خانم‌ها بیشتر بهش دچار میشن. حالا یه سری علت‌های دیگه هم ممکنه داشته باشه. مثلا چی؟ افرادی که سابقه خانوادگی مشکلات روانی دارن، افرادی که به طور کلی افسردگی اساسی و اولیه‌ای دارن، همونطور که گفتیم، یا اختلال دو قطبی دارن، و همینطور افرادی که توی جغرافیای محل زندگیشون توی مکان‌های زندگی میکنن که میزان تابش نور خورشید کمه. خیلی جالبه. حالا ما همه اینا رو گفتیم، چطور میتونیم درمانش کنیم؟ اگر بهش مبتلا شدیم، مبتلا هستیم یا احتمال میدیم که یه روز مبتلا بشیم، چطور میتونیم درمانش کنیم؟ با توجه به این که میزان شدت این نوع افسردگی میتونه توی ما متفاوت باشه، راه‌های درمان هم میتونه متفاوت باشه. برای مثال شاید شما با صحبت کردن با یک تراپیست یا عوض کردن جغرافیای محل زندگیتون کاملا درمان بشین و نیاز به درمان‌های تخصصی تر نباشه. اما از انواع دیگه و روش‌های دیگه درمان میتونه تجویز دارو توسط روانپزشک باشه. مثلا ممکنه اگه در حال مصرف داروهایی هستین در زمینه‌های افسردگی یا دو قطبی، بیاد میزان اونها رو تغییر بده یا کلا نوع دارو رو براتون تغییر بده و برای شما مثلا داروهایی رو تجویز کنه که بیاد میزان سروتونین بدنتون رو زیاد کنه یا کلا براتون ملاتونین تجویز بشه. ممکنه. همینطوری که دیگه از راه‌های درمانی که خیلی بر من جالب بود و واقعیتش باید بگم تا حالا راجع بهش نشنیده بودم و خیلی برام جالب بود، بهش میگن نور درمانی یا فوتوتراپی، که به این صورته که شما میان توی ساعات اولیه روز که از خواب بیدار میشین، یه حالت جعبه یا آینه طوره که میان جلوی خودتون قرار میدین و اون میاد به شما نور میتابونه و این نور یه نور خاصیه که بدن فکر میکنه که در معرض نور خورشید قرار گرفته تو یک فضای باز و اینجوری دارین مغزتون رو با این حالا جعبه نور درمانی، آینه نور درمانی گول میزنین که آره من الان توی فضای باز در حال گرفتن شدید نور خورشید هستم، که بهش میگن نور درمانی یا فوتوتراپی. من رفتم گشتم و دیدم که خب داخل ایران هم داریم. توی دیجی کالا اصلا من پیداش کردم که با نام لامپ ضد افسردگی شناخته میشه که خب قیمتش واقعا منو افسرده کرد. امیدوارم که شما رو افسرده نکنه و اگر بهش نیاز دارید، ایشالا هر کسی بهش نیاز داشته باشه پولش هم داشته باشه، که خب میدونم اینطوری نیست ولی واقعا گرونه. خب بچه‌ها، امیدوارم که از این ویدیو راضی بوده باشین. لطفاً اگر رضایت داشتین، اگر نظری داشتین، حتی اگر رضایت نداشتین یا انتقادی دارین، به من بگین با کامنتاتون. لایک، سابسکرایب، زنگوله، این چیزها یادتون نره و میدونین چقدر دوستتون دارم و میدونین چقدر دارم وایب خوب و مثبت از تولید محتوا تو یوتیوب میکنم، چون که شماها این وایب به من میدین و این انرژی رو بهم میدین. ازتون واقعا ممنونم. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.